رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید در مورد زنها از خدا بترسین، در مورد خانمایتان از خدا بترسین. والا واقعیت جایی است که انسان از خدا بترسه در مورد همسرایشان، در مورد همسرشان از خدا بترسن. او پدر را ترک کرده، مادر را ترک کرده، برادر را ترک کرده، خواهر را ترک کرده، در خانواده‌ای که 18 19 20 22 23 سال در اوج سپری کرده، اونس با او خانه گرفته، می در یک کنار غریبه مانند خودت زندگی میکنه. دیگه پاسش داشته باش، هم برش پدر باش، هم برش مادر باش، هم برش دختر باش، هم برش خواهر باش، برش دوست باش، برش رفیق باش. هر چیزی که او میخواست اونم تو باش. او تمامش به خاطر تو ترک کرده، تو تمامش به خاطر او باش. تمام اینهایی که ترک کرده. از اون خاطر رسول ما صلی الله علیه و سلم میگه که فتقوا النساء، در مورد زنها از خدا بترسین، به خاطر که شما اونها را امانتی از جانب خدا گرفتین و شما عورتهای اونها را، شرمگاههای اونها را با کلمه از جانب خدا براتون حلال کردین.